وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت یک نابالغه را با اتهام نشر اطلاعی بدنام کننده در اینستاگرام و تمجیدی دستگیر کردند. وزارت روز 21 ینور با نشر خبر در وبسایت خود گفت که کارمندان میلیسیا معین کردند که پسر بچه 16 ساله ساکن شهر کولوب، خواننده صنف دهم گیمنازیا، در تلفن آیفون 6 در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام صحیفه گشوده با مقصد تمجیدی یعنی افشای معلومات‌های بی‌آبرو کننده مبلغ ستانیده است. به نوشته وزارت او روز 16 ینور امسال عکس یک دختر 20 ساله و ساکن شهر دوشنبه را گرفته در اینستاگرام نشر کرده و از دوست داشته او مرد 27 ساله برای پاک کردن عکس‌های بی‌آبرو کننده 1000 سامانی طلب کرده است. کارمندان میلیسا او را هنگام گرفتن 1000 سامانی دستگیر کردند و تحقیق پرونده جنایی او ادامه داشته است. در تاجیکستان سالهای اخیر نشر عکس‌های بی‌آبرو کننده در اینترنت و تمجیدی به این وسیله زیاد شده است.